سلام. وزارت امور خارجه کشور از برگزاری 3 نشست در مورد پروسه صلح در هفته آینده خبر می‌دهد. مسئولین این وزارت گفتند که این نشست‌ها با میزبانی افغانستان برگزار خواهد شد. ولسی جرگه بحث خلیلزاد با ملا برادر معاون رهبر طالبان در مورد پروژه‌های آینده اقتصادی افغانستان را خلاف توافقنامه استراتژیک می‌داند. میرزا محمد کتوازی معاون ولسی جرگه گفته است در حالی که مراجع قانونی وجود دارد این عمل آمریکا خلاف تعهدات می‌باشد. نماینده ملکی ناتو گفته است حملات طالبان و افزایش خشونت بزرگترین مانع آغاز مذاکرات بین الافغانی میباشد و طالبان باید خشونت را کم کنند. اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید دیگر از افغانستان برایشان خطر روبرو نخواهد شد. وی گفته است تمام کارهایشان را با دقت انجام میدهند. و تا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی میگوید صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود حزب جمعیت را انحصار کرده بودند. وی افزوده که ربانی به خاطر 2 ماه سرپرست تعیین شده بود اما اکنون با گذشت 9 سال سمت ریاست را واگذار نمی کند.